درود میفرستم به بیننده عزیز رادیو زودی به همه اون کاربرانی که این لحظه ها به ما پیوستند. شالوی گلخوجه هستم که بعد از تنفس 2 هفته نبازم در خدمت شما عزیزان قرار دارم و امیدوارم که هفته نوی کاری رو با خوبی شروع کرده باشید و امروزتون خوب و خوش بگذرد. تشکر میگم که ما رو در این سوپی بر وقت همراهی دارید و باوری دارم که در چند دقیقه دیگر حتما با ما خواهید بود. خب نخست شروع میکنم از باد و هوا. هواشناسان میگن که هوای دوشنبه امروز ابری است و در جریان روز گرمی 17 درجه رو تشکیل خواهد داد. در پراگ باشد اگر حالا تاریک است ولی در جریان روز هوا صاف و آفتابی می شود و نسبت به دوشنبه گرمتر یعنی 22 درجه خواهد بود. خب در مسکو که اونجا نیز مهاجران تاجیک خیلی زیادند، امروز هوا گرم است و حرارت هوا در دوام روز 19 درجه می شود. خب از باد هوا گفتیم و حالا رو میاریم به خبرهایی که تو این لحظه ها در دست داریم. خبرها باید بگم که امروز خیلی زیاد است و فکر میکنم که با گوش و هوشتون با ما خواهید بود. امروز 15 اکتبر ضرب الاجل استودی بین دوروی نهادهای قدرتی در ولایت مختار بدخشان برای تسلیم اختیاری اسلحه غیر قانونی به پایان میرسد. در استان خاتمه ضرب الاجل مقامات انتظامی تاجیکستان به گروه‌های متشکل جنایی در بدخشان، مؤسسه و سازمان‌های دولتی از مردم ولایت خواستند فریفته چنین گروه‌ها نشوند و اگر سلاح داشته باشند آن را به مقامات تسلیم کنند. مقامات انتظامی روز 13 اکتبر با نشر یک اظهارات رسمی گفتند در عکس حال به ضد گروه‌های متشکل جنایی از چاره‌های بی‌تأخیر کار می‌گیرند. عین زمان مقامات قدرتی به ساکنان بدخشان بخصوص شهر خروخ اطمینان دادند که از طرف ساختارهای حفظی حقوق و نظامی ولایت و جمهوری در یگان کوچه، دهه، محله نسبت به ساکنان عملیات گذرانده نمی‌شود. در همین حال صدها نفر در یک مراجعه‌نامه مشترک به مجلس عالی حکومت بدخشان خواستند ضمن عملیات خلع سلاح و مصادره مواد مخدر اعتماد مردم را به دست آورده به خطا راه ندهند. مؤلفان مراجعه‌نامه توصیه دادند که برای راه ندادن به شدت گرفتن افزود در بدخشان و پیشگیری از هر گونه زمینه برای مناقشه یک گروه نوظر تأسیس یابد که افزود را مشاهده و کنترل کند. خب به مسئله عملیات در بدخشان مسئله حساس است. سال 2012 بعد کشته شدن عبدالله نظرов سردار اداره امنیت ولایت مختار کوهستان بدخشان در شهر خروخ برای بازداشت گمانبران عملیات نظامی انجام یافت. ماه سال 2014 در پی یک تیراندازی در شهر ساکنان خروخ اعتراض کردند. در جریان یک عملیات که به گفته پلیس علیه قاچاقبران مواد مخدر صورت گرفت، 3 نفر از جمله یک افسر نیروهای مخصوص کشته شده و 4 تن دیگر زخم برداشته. خب طبیبان تاجیک وزیر فخرالدین صابرov سخنگوی کمیته گمرک تاجیکستان را که شب 13 اکتبر مورد حمله قرار گرفت فوق‌العاده وزنی ارزیابی میکنند. نزدیکان خبرنگار سابق تلویزیون تاجیکستان روز 14 اکتبر به رادیو زودی گفتند که افراد و فرد ناشناس شب 13 اکتبر با آلات سخت به سر فخرالدین صابرov زده از جای حادثه گریخته است. سببهای حمله به صابرov 51 ساله که هفته پیش سردار دفتر مطبوعات کمیته گمرک تعیین شد معلوم نیست و مقامات شعبه داخلی ناحیه شاه منصور دوشنبه گفتند که تفتیش حادثه و جستجوی متهم به حمله ادامه دارد. طبیبان میگویند که بنابر ضربه سخت سر فخرالدین صابرov آسیب دیده دچار خونروی مغزی شده است. جراحی تقریبا 4 ساعت ادامه کرده است. به گفته فرزندش اکرم صابرov حمله در یکی از محله‌های مرکزی شهر دوشنبه در نزدیکی تلویزیون سفینه به وقوع پیوسته است و پدرش را گروه بیهوش پیدا کرده ماشین یوری تجلی را خواستند. رئیست امور داخلی شهر دوشنبه تاکنون حادثه را شرح نداده است ولی حمله به کارمند دفتر مطبوعات یکی از نهادهای مهم دولتی تاجیکستان و آن هم در مرکز پایتخت به‌شک سال زیادی را ایجاد می‌کند. باید بگم که در گذشته هم عبدالرحیم عمریان سخنگوی سابق خدمات گمرک تاجیکستان نیز مورد لط و کوب قرار گرفته است و حاملان این حمله با گذشت 5 سال هنوز پیدا نگردیدند. رو میارم به خبری دیگر. بیش از 350 هنرمند و صنعتکار ترکمنستان بعد از ظهر 14 اکتبر با هدف برگزاری روزهای فرهنگی این کشور در تاجیکستان به دوشنبه آمدند. ارسال چنین هیئتی بزرگ به تاجیکستان در پی آن صورت میگیرد که مناسبت دوشنبه و اشقابات وقتهای اخیر به سردی گراییده است. بر اساس برنامه هنرمندان ترکمن در شهر دوشنبه نخست نمایش هنرهای مردمی ترکمنستان را پیشنهاد میکنند. اینچنین در استخوان‌خانه ملی تاجیکستان کتاب قربانگلی بردی محمد
محمدов туркманистон қалби шоҳрои бузурги абрешӣ муаррифӣ мешавад. муаррифии китоби берди муҳаммадов ва инчунин як консерти калон ҳам дар ноҳияи дӯстӣ мегузарад ки макони зисти ҳудудан 30,000 туркмани тоҷикистон аст. туркманистон бори охир тобистони соли 2014 рӯзҳои фарҳангии худро бо иштироки 60 нафар аз ҳунармандони туркман дар тоҷикистон баргузор карда буд. бар асоси созишномаҳои байни кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҳар 2 сол рӯзҳои фарҳангии кишварҳои узв дар қаламрави якдигар баргузор мешавад ва рӯзҳои фарҳангии туркманистон бахше аз онҳост. дар пайи сардии раҳобӣ дар муносиботи душанбе ва шухобод чунин эҳтимолҳо низ вуҷуд дошт ки туркманистон баргузории рӯзҳои фарҳангашро дар тоҷикистон ба таъхир мегузорад. дар 2 моҳи охир хабарҳои зиёд аз вуҷуди мушкиле дар ҳамкориҳои душанбеву ашхобод нашр мешавад. моҳи сентябр даҳо мошини борбар ки ба тоҷикистон меомаданд дар марзи туркманистон дармонданд ва танҳо баъди 1 моҳ имкони берун рафтан аз ин қаламравро пайдо карданд. чари атаев сафири туркманистон дар тоҷикистон рӯзи 14 октябр дар суҳбати бидуни микрофон ба радиозодӣ вуҷуди мушкили ҷиддӣ дар муносиботи душанбеву ашхободро рад кард. аммо атаев нахост ба суолҳои бештари аз ин шаҳр бидиҳад. туркманистон дар соҳаҳои зиёд аз ҷумла энержӣ, роҳҳо, табодули молу коло ва бахшҳои дигар бо тоҷикистон ҳамкорӣ мекунад ва миёни ду кишвар беш аз 70 санади ҳамкорӣ ба имзо расидааст. бори охир президенти тоҷикистон эмомалии раҳмон чанд моҳ қабл бо як сафари корӣ аз туркманистон дидан кард ва дар ҷараёни ин сафар чанд санади ҳамкорӣ ҳам имзо шуд. мақомот баъди як рӯз сабабҳои сӯхтор дар тарабхонаи туркии четир уста дар маркази душанберо шаҳр доданд. масъулони идораи оташнишонии пойтахт гуфтанд ки сӯхтор аз асбоби кабобпазии тарабхона сар задааст. ба қавли як мақоми ин идора пас аз меъёри муқарраршуда баланд шудани оташи кабобпазӣ системаи ҳавокашӣ тоб наварда оташ гирифтааст. ин масъули идораи оташнишонӣ афзуд дар асл системаи ҳавокашии биное ки тарабхона ҷойгир шудааст барои кашидани дуд пешбинӣ нашуда буд. ҳамсӯҳбати мо афзуд қаблан масъулини тарабхона низ барои риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ҷарима шуда буданд. ин лӯлаи ҳавокашӣ барои берун кардани чангу хок аз ошёнаи дуввум насб шудааст. аммо вақте аз асбоби кабобпазӣ оташ баланд мешавад он дигар тоб намеорад ва месӯзад. баъд аз ин ду тариқи лӯла то болои бино мерасад ва ҳама фикр карданд ки бино оташ гирифтааст, афзуд манбаи радиои озодӣ. хуб масъулини идораи оташнишонӣ гуфт сӯхтор ба тарабхонаи читеруста зиёни зиёд нарасонда ва танҳо системаи ҳавокашӣ хароб шудааст. باید یادآور شوم که سوختار در طرفخانه ترکی چتروستا که در کوچه میرزا ترسونزاده 4 جایگیر است پیش از ظهر 12 اکتبر رخ داد. یک خبر جهانی هم داریم. خویشاوندان یک مادر نصرانی که در پاکستان برای کفرگویی به قتل محکوم شده است امیدوارند که دادگاه عالی او را آزاد میکند. آسیا بیبی نخستین زن در پاکستان است که سال 2010 بر اساس قانون درباره کفرگویی به قتل محکوم شد و خشم و اعتراض جامعه بین‌المللی را برانگیخت. دادگاه عالی پاکستان روز 8 اکتبر شکایت نهایی این زن را که تمام اتهامات را به اساس خوانده است بررسی کرد. آسیا بیبی مادر 4 فرزند و یک کارگر عادی را سال 2009 یک زن مسلمان که همراهش در کشتزار کار میکرد به کفرگویی متهم کرده است. بنا به گزارش او در روز گرم برای زنان مسلمانی همکارش آب آورده است ولی 2 نفر آنها به دلیل آنکه آسیا بیبی نامسلمان است آب آورده او را نخوردند. بعد این حادثه زنان ادعا کردند که آسیا بیبی در حق پیغمبر اسلام بد گفته است. دادگاه عالی پاکستان گفت که قرار نهایی درباره سرنوشت آسیا بیبی را صادر کرده است ولی از افشای حکم خودداری ورزید. مرکز آمریکایی قانون و عدالت میگوید افشا نکردن حکم شد امیدواری برای آسیا بیبی و خویشاوندانش باشد. چند هزار نفر از اسلامگرایان تندرو روز 12 اکتبر در شهر لاهور پاکستان تظاهرات کردند و بعضیشان تهدید هم نمودند که اگر آسیا بیبی آزاد شود او را میکشند. پاکستان برای کفرگویی حکم قتل مقرر کرده است و چندین نفر چنین جزا گرفتند ولی حکم هیچ یکی از آنها تاکنون اجرا نشده است. بعضی از این گونه افراد را دیرتر آزاد کردند و آنها نیز از ترس خطر به جانشان از پاکستان گریختند. مرکز عدالت اجتماعی در شهر لاهور میگوید که از سال 1987 تا سال 2016 در پاکستان کمش 1472 نفر به کفرگویی متهم شدند. به گفته سازمان اکثریت آنها خود مسلمانان بعداً پیروان جریان احمدیه، مسیحیان و اقلیت‌های هندو هستند.
و اداره ثبت اسناد حالت شهروندی یا خود زکس در جنوب تاجیکستان 20 خانواده را اشکار کرده است که در آن همسران بعد طلاق رسمی باز هم به زندگی مشترک ادامه میدهند. مسئولان اداره گفتند که هدف طلاق رسمی مجرد نشان دادن مرد و راه را باز کردن برای ازدواج تقلبی در روسیه بوده است. بنا به اطلاع زکس وزارت عدلیه روسیه هر سال در این کشور بیش از 12,000 شهروند تاجیکستان با شهروندان روسیه ازدواج میکنند. برخی از مهاجران تاجیک در روسیه به خاطر هر چی زودتر به دست آوردن شهروندی اون کشور رسما از زنهای تاجیک خود جدا شده بر اساس شرطنامه شفاهی با زنان و دختران روس ازدواج میکنند. این راه دیرینه و آزموده به دست آوردن شهروندی را در زبان حقوقی ازدواج تقلبی مینامند و مقامات روسیه این مسئله را هم جدی نظارت میکنند. هر سری چند وقت مطبوعات روسیه با تکیه به مقامات درباره اشکار شدن ازدواج تقلبی شهروندان این کشور با خارجی خبر میدهند. برخی از کارشناسان میگویند در این همه ماجراها باز همین همسران مهاجران هستند که در نهایت امر در حالت بی حقوق قرار میگیرند. در صورت دیگر شدن فکر و خیال یا عاشق شدن همسر به زن روس بسیار حالتهای شده است که مردان تاجیک دیگر زن و فرزندان خود را در تاجیکستان سراغ نمیکنند. اگر دعوا هم کنند حق نیستند چون که رسما همسر نمیباشند. از این خاطر برخی جامعه شناسان به زنان و دختران مشورت میدهند که پیش از گرفتن تصمیم جدی در زمینه پذیرش نقشه طلاق به خاطر ازدواج تقلبی با همسر دیگر منفعت و ضررهای خود و فرزندانشان را از نظر قانون فکر کنند. امور نکاح‌های قلبکی بیکار شده شهروندان تاجیکستان در روسیه دسترس نیست، ولی یک کندوکاوی همکاران ما در صحیفه‌های مطبوعات روسیه ثابت کرد که تنها در 10 ماه سال جاری از 71 مورد اشکار شدن چنین نکاح قلبکی شهروندان تاجیکستان گزارش و پخش شده است. و یک خبر ورزشی هم داریم. خوش خبر از این 2 مدال مسابقات قهرمانی سمبوی جهان نصیب پهلوانان تاجیک شده است. در سبقت نوجوانان امینجان خولوف در وزن زیر 48 کیلو و سامان سنگوف در وزن زیر 52 کیلو برای جایهای سوم با مدال های برنجی سرفراز گشتند. در این مسابقه حدود 300 گشتیگیر نورس بیش از 30 کشور جهان شرکت دارند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 13 ورزشکار داخل است که 8 نفر میانی نوجوانان و 5 نفر بین نورسان رقابت میکنند. مسابقه در قصر المپی تفلیس که تالار آن 2700 جایگاه دارد دایر شده است. باید گفت ورزشکاران تاجیک سال گذشته در مسابقه قهرمانی سمبوی جهان بین نورسان و نوجوانان که در شهر نوی سد سربیا برگزار شد 3 مدال، 1 نقره و 2 برنج را به دست آورده بودند. خب ببیننده عزیز، در این 12 دقیقه من با شما صحبت کردم و امیدوارم که در این صبحگاه ها ما را تنها نگذاشتید و من همه شما از آن را بعد از 3 ساعت دیگر در پخش سرخط خبرهای تاجیکستان و جهان منتظر میشم و اگر شما یگان سوال و درخواستی دارید میتونید به ما ارسال کنید و من تلاش میکنم بازم در جریان روز به این سوالهای شما پاسخ بدهم.